سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان. با آموزش نصب پسوال 2 و اوپن دبلیوآرتی روی روتر گوگل در خدمت شما هستیم. شما دوستان میتونید فایل ها رو از توی دیسکریپشن یا توضیحات توی آپارات یا یوتیوب دانلود کنید از تو سایت ما و استفاده کنید. خب در قدم اول روترتون رو روشن میکنید، یه 4-5 دقیقه منتظر میمونید تا روترتون چراغش آبی ثابت بشه. و من حالا با وای فای وصل شدم، ولی شما حتما برای این کار با کابل لن وصل بشید. این الزامیه که حتما با کابل لن وصل بشید، چون فایل راحت‌تر و بهتر بتونه آپلود بشه توی روتر گوگلتون و مشکلی توی فایلتون ایجاد نشه. بعد از اینکه چراغ آبی ثابت شد، باید آی پی دستگاه رو پیدا کنیم. توی CMD میایم تایپ میکنیم IP config. همونطور که گفتم چون من با وای فای وصلم، اینجا گتوی دستگاهم شده 10.1. حالا آی پی من 10.1 ممکنه برای شما هر چیز دیگه ای باشه. اگه با اترنت یا با کابل وصل باشین، اینجا میزنه براتون آی پی تونو. آی پی رو وارد میکنم. معمولا یوزر پسورد دستگاه روته یا اصلا رمز نداره. برای من رمز نداره، همون لاگین رو میزنم. همونطور که میبینید دستگاهم گوگل روتر وای فای. برای نصب میام تو قسمت بکاپ فلش فریمور، پایین تر میام و روی این قسمت فلش ایمیج کلیک میکنم، بروز میزنم. این فایلیه که از تو سایت ما دانلود میکنید، اکسترکتش میکنم. همراه این فایل 2 تا ویدیو هست برای نصب OpenWRT روی روتر گوگل خام. ما که حالا چون OpenWRT روی روترمون هست، این فایل انتخاب میکنیم و اوپن میکنیم، آپلود رو میزنیم. ببینید برای این قسمت میگم حتما باید با اینترنت وصل باشید. ممکنه با وای فای وصل باشید، توی آپلود فایل به دستگاه خطایی پیش بیاد. پس حتما با کابل ایترنت وصل باشید به دستگاه، با کابل لن وصل باشید به دستگاه. آپلود میزنید، چند لحظه منتظر میمونید تا فایل آپلود بشه. بعد از اینکه فایل آپلود شد یه همچین صفحه میاد. این تیکو حتما بردارید و روی کانتینیو کلیک کنید. چون حالا من از قبل نصب بوده، موقعی که روی کانتینیو کلیک کنید 4-5 دقیقه طول میکشه روترتون فلش بشه و با فایل جدید بالا بیاد. موقعی که دستگاهتون حالا بالا اومد، دوباره همین روند رو ادامه میدید، آی پیشو پیدا میکنید و وارد دستگاه میشید. یه حدودا 4-5 دقیقه طول میکشه تا چراغ دستگاه آبی ثابت بشه دوباره. حالا چون ما نصب کردیم، افزونه ها رو پکیج ها رو بهتون نشون میدم. اولین پکیج همون پکیج پسوال 2 که میبینید نصب روش. همچنین این فایل ما قابلیت تفکیک آی پی هم داره. یعنی شما میتونید از توی این قسمت، از توی منوی ایکس-ری شانت، موقعی که این فایل رو دانلود میکنید و نصب میکنید، قابلیت تفکیک آی پی هم بهش اضافه کنید. از قابلیت تفکیک آی پی هم استفاده کنید. همونجور که میبینید رول ایران هم توی این فایل هستش. سرویس بعدی بندویته که میتونید ببینید هر کاربر چقدر استفاده و دانلود کرده از وای فای دستگاه شما. سرویس بعدی هم که سرویس ترمیناله که میتونید توش لاگین کنید. اگه حالا دستور خاصی، پکیج خاصی مثل ادگارد یا پکیج های اضافه تری خواستید نصب کنید، از اینجا میتونید نصب کنید. سرویس بعدی که این فایل داره سرویس اوپن وی پی ان. میتونید فایل اوپن وی پی انتون اینجا ست کنید. و سرویس دیگه سرویس وایرگارده که میتونید فایل وایرگاردتون هم، کانفیگ های وایرگاردتون هم اینجا ست کنید. حالا اگر سوالی چیزی داشتید، من توی سایت یا با همین شماره که اینجا زدیم میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید. ممنون میشم از سایت ما هم دیدن کنید و نظرتون رو راجع به سایت ما هم بگید. ما تو سایت محصولات متنوعی داریم که میتونید اینجا خریدتون رو با خیال راحت انجام بدید از طریق درگاه زرین پال و اینمادی که ما داریم.